Let's go. اگه دنبال یه پک اقتصادی از مجموعه پرووان هستی، این ویدیو رو از دست نده. آقا فرقی نمیکنه چی میخوای تعمیر کنی، گوشی، لپتاپ، عینک، اسباب بازی یا هر چیزی که با پیچ ریز سر و کار داری، میتونی روی این مجموعه حساب کنی. پرووان PGS 107 یه طراحی متفاوت نسبت به تمام مجموعه‌ای که تا حالا دیدی داره. 41 عددیه، 40 تا بیت، یه پیچ گوشتی. تمام بیت ها رو داره، 2 سو، 4 سو، ستاره‌ای، آلن، یو، مثلثی و حتی سوزنی. دسته پیچ گوشتی پلاستیکیه، یه عرضگرد فنری پشتش داره. چرا؟ به خاطر اینکه راحت داخل کیسش فیکس بشه و نیفته. بیت‌ها به صورت مگنتی بهش وصل میشن. داخل هولدر اما به صورت قالبی جا میخورن. یه قالب پلاستیکی شفاف روشون قرار میگیره که ازشون محافظت کنه. بیت‌ها سخت کاری شدن، از جنس فولادن که در برابر خوردگی مقاومن. پک پیچ‌گوشی ساعتی اقتصادی پرووان میتونه یه انتخاب خوب برای کسایی باشه که تعمیرکارن، فنی‌کارن یا اصلا دوست دارن ابزار داشته باشن. هم کیفیت خوبی داره و هم قیمت مناسبی. ارادت.